أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درس امروزمون از سلسله درس های اعراب متن کتاب الآجرومیه 5 درس گرفتیم. امروز باشد درس ششم را به سمع شما برادران و خواهران تقدیم خواهم گردانید. درس امروزه ما و شما درس ششم از سلسله درس های اعراب کتاب متن الآجرومیه باب الافعالی می باشد. صاحب کتاب میگوید باب الافعالی، باب در مسئله فعل ها است و در اعراب باب الافعالی ما چند اعراب ها داریم. میتونیم بگیم بابو خبر برای مبتدای محذوف، تقدیر کلام هذا باب الافعالی. میتونیم بگیم بابو مبتدا است و خبرش محذوف است، تقدیر کلام باب الافعال هذا محله. میتونیم که باب الافعال بگیم، تقدیر کلام اقرأ باب الافعال. و میتوانیم که باب الافعال بگوییم و ضعیفترین وجه است، تقدیر کلام انظر فی باب الافعال یا استفید من باب الافعال. پس این وجه های هست که در باب الافعال جایز است و اینها را اعراب هاش بارها که گفتم از این حساب فقط تقدیر کلام را میگویم و اعرابش دیگر آسان است برای شما که درسای گذشته را اگر تیار کرده باشید. بعد از این صاحب کتاب میگوید الافعال ثلاثة ماض و مضارع و امر نحو ضرب و یضرب و ضرب. میگه که فعل ها 3 قسم هستند، ماضی و مضارع و امر می باشند، مانند ضرب فعل ماضی، یضرب فعل مضارع، یضرب فعل امر. پس اعراب این کلمات الافعال مبتدا هست، ثلاثتون خبر می باشد. الافعال مبتدا مرفوع علامت رفع الضمه الظاهره، ثلاثتون خبر مرفوع علامت رفع الضمه الظاهره. ماضین این بدل ای ثلاثتو می باشد. ماضین این را میتونیم ما بدل اعراب کنیم و میتونیم که قطع کنیم، یعنی که این را خبر برای مبتدای محذوف شم گرفته میتوانیم. پس ماضین بگیم بدل المرفوع مرفوع، بدل ثلاثتون که هست بدل بعض من کل هست. پس اینجا در ضمیر محذوف است، ماضین منها، یعنی ماضی از یکی از همین سگانه فعل ها می باشد. پس ماضین بدل المرفوع مرفوع و علامة رفعه الضمة المقدرة على الياء المحذوفة حذف لالتقاء الساكنين. زیرا اینکه ماضین در اصل ماضیون بود، ماضیون، یا حرف علت حرکت براش ثقیل بود و حرکتش را میگیریم، پس بین یا و بین تنوین التقاء ساکنین می شود و ماضیون تنوین که نون ساکنه است، وقتی یا را حرکت چکی گرفتیم التقاء ساکنین می شود. وقتی التقاء ساکنین که شد یا را حذف میکنیم، یا حرف علت است یا را حذف میکنیم. وقتی که یا را حذف کردیم تنوین تابع حرکت ما قبل می شود، ضاد کسره دارد، یک حرکت و یک حرکت دیگر زیادش میکنه می شود ماضین. پس در اعراب میگویم ماضین بدل المرفوع مرفوع و علامة رفع الضمة المقدرة على الياء المحذوفة
حذف لالتقاء الساکنین. اگر که بدلش بگیریم، اگر خبرم بگیریم همین طور می شود. پس ماضین خبر برای احدها می شود. احدها، احد مبتدا مضاف ها مضاف الیه. ماضین خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الياء المحذوفة منع من ظهورها منع من ظهورها الثقل، يوكي منع من ظهورها على الياء المحذوفة منع من ظهورها الحذف، یعنی زیرا که حذف کردگی هستیم، یا که الثقل که ثقل بود ما حذفش کردیم. پس ماضین این می باشد، ماضین این می باشد که اعرابش. و میتونه مفعول بهی بگیریم. اگر مفعول بهی که گرفتیم باید یا برگردد، میتونه ماضیان بگوییم، یا را برمیگردونیم ماضیان. اگر ماضیان گفتیم پس و مضارعان و امران میخونیم، همه اینها را، اینها مفعول بهی برای فعل محذوف می باشد. یعنی اخص ماضیان، اخص ماضیان، یا که اعنی ماضیان، اعنی ماضیان. اعنی فعل مضارع و فاعله ضمیر مستتر تقدیر انا. ماضیان مفعول بهی برای فعل برای همین اعنی می باشد، منصوب و علامت نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. پس این وجه های اعرابی ماضین هست. و مضارع و حرف العطف مبني على الفتح لا محل له من الاعراب. مضارع معطوف على المرفوع مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة. و امرون و حرف عطف، امرون همچنین معطوف على المرفوع مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة. بعد از این صاحب کتاب میگه نحو. اگر که ما نحو خوندیم، نحو، پس نحو خبر برای مبتدای محذوف است، یعنی ذا تقدیری کلام ذلك نحو. ذا اسم اشاره مبنی علی الفتح في محل رفع مبتدا، لام لام بعد، کاف کاف خطاب، لا محل لهما من الاعراب. مبتدا که بود نحو خبر می باشد. نحو مضاف. ضرب ما در اینجا دو اعراب کرده می توانیم. اعرابی می توانیم که این را به مثل یک لفظ قرار بدیم، چطوری که درس گذشته بیان کرده بودیم که حامدی برامان خبر دادگی بود که می شود که ما بگیم ضرب فعل ما، ضرب مضاف الیه مجرور و علامة جره الكسرة المقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل به حرکت الحکایه. این طور اعراب کرده می توانیم با گفته چطوری که الحامدی گفته بود. پس ضربه میتونه بگیم مضاف الیه مجرور و علامة جره الكسرة المقدرة منع من ظهور اشتغال المحل به حرکت الحکایه. پس نحو مضاف، ضربی مضاف الیه شد. یا میتونه بگیم ضربه فعل ماضی و فاعله ضمیر مستتر تقدیره هو. ضربه جمله فعلیه فی محل جر مضاف الیه. این طور اعراب کرده میتوانیم. پس در اینجا ما دو اعراب داریم، یا قول حامدی را میگیریم یا قول باقی مانده علما را میگیریم. هر دوش هم جایز و درست میباشد. بعد از این بود نحو. اگر نحو خوندیم ضمه قطعی. اما اگر نحوه خوندیم، نحوه هم خوندن جایز است. نحوه در این صورت مفعول بهی برای فعل محذوف می باشد. تقدیر کلام اعنی نحو ضربه. اعنی فعل مضارع و فاعله ضمیر مستتر تقدیره انا. نحوه مفعول بهی همین اعنی می باشد، منصوب و علامت نصب الفتحة الظاهرة. پس دیگر ضربه چطوری که اعراب کردیم مضاف الیه. و یضرب و حرف عطف مبنی علی الفتح لا محل له من الاعراب. با گفتی الحامدی اگر اعراب کرده میگیم یضرب معطوف علی المجرور مجرور و علامة جره الكسرة المقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. این به قول حامدی بود. اما به غیر حامدی بگیریم یضرب فعل مضارع و فاعله ضمیر مستتر تقدیره هو. این یضرب جمله فعلیه، عطف جای ضربه جمله فعلی می باشد. و ضرب و حرف العطف. اضرب به قول حامدی معطوف علی المجرور مجرور و علامة جره
الكسرة المقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة الحكاية. یا با قول دیگر على ما بگیرم اضرب فعل عمر و فاعله ضمیر مستتر تقدیره هو انت و فاعله ضمیر مستتر تقدیره انت و اضرب جمله فعلیه عطف تا جای ضربه، جمله فعلی ضربه ده عطف می باشد. پس این بود اعراب این کلمات با وجه های اعراب. پس الافعال ثلاثه ماض و مضارع و امر نحو ضرب یا نحو ضرب و یضرب و ضرب. پس این هست اعراب این عباره ها. بعد از این صاحب کتاب میگوید فالماضی مفتوح الاخر ابدا والامر مجزوم ابدا والمضارع ما كان في اوله احدى الزوائد الاربع يجمعها قولك انيت وهو مرفوع ابدا حتى يدخل عليه ناصب او جازم. پس ترجمه این عباره ها، پس ماضی میگه مفتوح الاخر است، یعنی مبنی علی الفتح می باشد همیشه، و امر میگه مجزوم است همیشه، و مضارع باشد در اولش یکی از زواید اربعه باشد که اون زواید اربعه را سخن تو قول تو که انا تو میگویی این چهار زواید اربعه را جمع میکند الف و نون و یا و ت. و هو مرفوع ابدا و فعل مضارع همه وقت مرفوع است حتی يدخل علیه ناصب او جازم، تا زمانی که در اولش ناصب یا جازم بدرآید. پس فعل ماضی و فعل امر مبنی می باشند و فعل مضارع معرب می باشد. اما صاحب کتاب فعل امر را همچنین معرب گرفتگی است، زیرا اینکه مجزوم این لقب معرب می باشد. اما ما در بیان کردن خود بنده بر همین اعتقاد هستم یا که بر همین قول هستم که فعل ماضی و امر هر دینها مبنی می باشند و فعل مضارع باشد معرب می باشد تا زمانی که در آخرش نون نسوا یا نون توکید مباشره ندرآید. پس این بود خلاصه ترجمه این عباره ها. اکنون اعرابش فالماضی فای فصیحه مبنی علی الفتح لا محل له من الاعراب. فصیحه را ما در گذشته توضیح داده بودیم. جواب از سوال از شرط مقدر می باشد. فای فصیحه یعنی که واضح می کند و جواب می گوید یا جوابی سوال مقدر یا شرط مقدر می باشد. فای فصیحه. پس مبنی علی الفتح لا محل له من الاعراب. الماضی مبتدا مرفوع علامة رفع الضمة المقدرة على الياء منع من ظهورها ثقل. پس ماضی مبتدا است مرفوع علامت رفعش ضمه مقدره است، زیرا که یا ضمه براش ثقیل است، تقدیری اعرابش میکنیم. مفتوح الاخر ابدا مفتوح خبر ماضی مبتدا بود، مفتوح خبر مرفوع علامت رفع الضمة الظاهره، مفتوح مضاف الاخری مضاف الیه مجرور و علامت جر الکسرة الظاهره. پس الماضی مفتوح الاخری جمله اسمیه مبتدا قطعی خبرش جوابی این مبتدا قطعی خبرش جوابی اما می باشد. اما یکی محذوفه هست یا در اینجا اما نیست، جوابی اما هم نمیگوییم. پس فای فصیحه است. این فا رابطه جوابی شرطی محذوف است. ابدا اعرابش ابدا ظرف زمان منصوب و علامت نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. پس ابدا متعلق به مفتوح می باشد، یعنی عامل ابدا این مفتوح اسم مفعول که هست متعلق ابدا متعلق به مفتوح می باشد. والامر مجزوم ابدا. والامر واو حرف العطف، واو رو میتونه بگیم حرف العطف، میتونه واو رو بگیم واو استئنافیه. اگر عطفش گفتیم در جای الماضی عطفش کردیم، اگر استئنافیه که گفتیم پس سوال مقدر جوابش میباشد، یا سوال هم نباشد. در گذشته همچنین استئنافی بیانی را بیان کرده بودیم. والامر واو حرف العطف
یا واو الاستئنافیه مبنی علی الفتح لا محل له من الاعراب. الامر مبتدا مرفوع و علامت رفع الضمه الظاهره، مجزوم خبر مرفوع و علامت رفع الضمه الظاهره. ابدا، ابدا ظرف منصوب، ظرف زمان منصوب و علامت نصب الفتحه الظاهره. پس ابدا متعلق به مجزومون هست. مجزوم اسم مفعول کی است؟ ابدا ظرف متعلق به مجزومون می باشد. پس در کلمه مجزومون که میگید که امر مجزوم است، این طریقه کوفیا هست. این طریقه کوفیا هست. کوفیا میگن که امر یک جزء از فعل مضارع هست، نه اینکه یک فعل جداگانه. امر میگن در اصل جزء از فعل مضارع است. میگه در اصل لتضرب بود، در اصل لتضرب بود. این مذهبی کوفیا هست. میگه لتضرب که بود، لام رو حذف کردن تخفیفاً. برای امر بسیار استفاده میبرند عرب، یا در گپزنی بسیار استفاده برده میشود. برای سبک شدن میگه تا را حذف کردن، لی تضرب، لی را حذف کردن تضرب ماند. پس میگه تا را به خاطر التباس به مضارع نشود گفته، حرف ت هم حذف کردن. لی را برای تخفیفاً حذف کردن، ت را برای التباس به فعل مضارع نشود گفته حذفش کردن. بعد ضاد ساکن ماند. بعد میگه همزه وصل آوردن به خاطر آنه که فعل یا کلمه را در زبان عربی به سکون شروع کرده نمی شود. پس میگه همزه وصل آوردن، اضرب گفتند. این هست مذهبی کوفیا. از این حساب است که مذهبی کوفیا فعل امر را جزء از فعل مضارع که میدونن فعل مضارع معرب است. پس میگن فعل امر معرب است نه مبنی. این هست مذهبی کوفی ها، طریقه که کوفی ها فعل امر میگیرن. اما غیر از کوفی ها، بصری ها و دیگرها فعل امر رو مبنی میدانند، نه اینکه معرب. پس صاحب کتاب در اینجا میگه والامر مجزوم ابدا، مذهب کوفی ها را یا طریقه کوفی ها قطعی بیان کرده استاده است که فعل مضارع در فعل امر در اصل یک جزء از فعل مضارع می باشد، طوری که توضیح و شرح و بیان براتون تقدیم گرداندیم. پس این هست والامر مجزوم ابدا را اعرابش. بعد از این میگوید والمضارع، واو حرف العطف. میتونیم عطف بگیریم، اگر عطف گرفتیم در جای الماضی عطف شده استاده است. میتونیم واو رو واو استئنافیه بگیریم، استئناف بیانی بگیریم. پس واو حرف العطف یا حرف استئناف مبنی علی الفتح لا محل له من الاعراب. المضارع مبتدا مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع. این ما را میتونیم ما بگیم ما موی موصوله است به معنای الذی. ما موی موصوله هست به معنای الذی. پس میگیم ما موصوله مبنی علی السکون فی محل رفع خبر. المضارع مبتدا بود، این ما موی موصوله در محل رفع خبرش می باشد. این یک اعراب است. ما را موی موصوله میگیریم. و اعراب دویم هم داریم، میتونیم ما را موی نکره موصوفه بگیریم. ما را موی نکره موصوفه بگیریم. اگر نکره موصوفه گرفتیم به معنای لفظ می باشد یا به معنای ما، پس میگه ما نکرت موصوفه مبنی علی السکون فی محل رفع خبر. چی موی موصوله بگیریم چی موی نکره موصوفه بگیریم، در هر دو صورت این ما خبر اعراب می شود. کان فعل ماضی ناقص مبنی علی الفتح فی حرف جر اولی اسم مجرور اولی مضاف الها ضمیر متصل مبنی علی الکسر فی محل جر مضاف الیه فی اوله الجار والمجرور متعلقان بکائن خبر کان مقدم. این فی اوله خبر کانه فعل ماضی ناقص می باشد، خبر مقدم
احدى الزوائد الاربعی. احدى اسم کان مؤخر، احدى اسم کان فعل ماضی ناقص است. احدى اسم کان مؤخر مرفوع وعلامة رفع الضمة المقدرة منع على الألف منع من ظهورها التعذر. احدى مرفوع علامة رفعش ضمه مقدره در بالای الف می باشد، الف مقصوره، منع من ظهور التعذر. پس احدى مضاف، الزوائد مضاف الیه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة. الزوائدی نعت منعوت، الزوائدی منعوت یا موصوف. الاربعی نعت المجرور مجرور یا صفة المجرور مجرور و علامت جری الکسرة الظاهره. نعت و صفت هر دوش یک چیز می باشند. اکنون جمله کان فی اوله احدى الزوائد الاربعی، یعنی کان با اسم و خبرش جمله فعلیه. اگر ما را موصوله گرفتیم بگیم جمله فعلیه صلة الموصولة لا محل لها من الاعراب. اگر که ما را موصوله گرفتیم. اما اگر ما را نکره موصوفه گرفته باشیم، کان فی اول احدى الزوائد الاربعی، این جمله فعلیه فی محل رفع نعت می شود برای مای نکره موصوفه. فی محل رفع نعت می شود. اگر مای موصوله باشد لا محل جمله لا محل صله می شود. اگر نکره موصوفه بگیریم ما را، این کان فی اول احدى الزوائد الاربعی این فی محل رفع جمله فعلیه فی محل رفع نعت می شود برای مای نکره موصوفه. بعد از این میگوید یجمعها قولک. یجمع فعل مضارع مرفوع لتجرد عن النواصب والجوازم وعلامة رفع الضمة الظاهرة. يجمع فعل مضارع است. ها ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم. ایها مفعول به مقدم برای یجمعو هست. قولو فاعل یجمعو می باشد. قولو فاعل یجمعو است. پس میگیم قولک قول فاعل مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة. قول مضاف الكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه. پس یجمعها قولك این شد فعل مضارع مفعول به مقدم و قولك این فاعل یجمعو. اما جمله یجمعها قولك، این جمله را ما میتونیم حال بگیریم از زوائد اربعه. احدى الزوائد الاربعه حال بگیریم. یعنی که ما کان فی اول احدى الزوائد الاربعه یجمعها، یعنی حال کونه یجمعها قولک، یعنی در حال بودنت همین زوائد اربعه را جمع میکند. در حال بودنش همین زوائد اربعه را جمع میکند سخنی تو. پس میتونیم یجمعها قولک را جمله فعلی حال برای احدى الزوائدی بگیریم. احدى معرفه است، پس این حال شده میتواند. این بود اعراب یجمعها قولک. انیتو، این انیتو را بگیم انا فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بالضمير الرافع المتحرك. انا التاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. انیتو در معنا ادرکتو، یعنی که درک کردم، فهمیدم. انیتو به معنای درک کردن و فهمیدن ترجمه می شود. اما در اینجا برای ما ترجمهش در کار نیست. برای ما الف و نون و یا و ت در کار است که در یک کلمه جمعش کرده است. پس انیتو فعل و فاعل شد. اکنون این جمله فعل و فاعل محل اعرابش چی است؟ انیتو اینا میگیم که الجمله من الفعل والفاعل في محل نصب مقول القول. قولک، قولو مصدر قال یقولو است. پس انیتو جمله فعلیه، جمله فعلی مقول قول می باشد، یعنی مفعول به
قول مصدر کی است، یعمل عمل فعله، عمل فعلش رو میکند. پس این انیتو انا همون مقول قولی قولک می باشد. مقول قول همون مفعول به قولک می باشد. پس این هست اعراب یجمعها قولک انیتو. و هو مرفوع ابدا. واو حرف استئناف، اینجا فقط استئنافیش میگیریم، عطفش نمیگیریم. میگیم که واو حرف الاستئناف مبني على الفتح لا محل له من الاعراب. هو ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدا. مرفوع خبر مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة. ابدا این ظرف الزمان منصوب و علامة نصب الفتحة الظاهرة. ابدا متعلق است به مرفوعون. مرفوعون اسم مفعول کی است؟ ابدا متعلق می شود به مرفوعون. حتی حرف غایت و جر. این حتی حرف غایه هست و جر هست. یدخل فعل مضارع منصوب بان مضمره بعد حتی وجوبا. این یدخل فعل مضارع منصوب شد. چرا؟ زیرا که بعد از حتی ان مستتیر است وجوبا. واجب است که ان مستتیر بیاد بعد از حتی. پس یدخل فعل مضارع منصوب بان مستتیر وجوبا بعد حتی. عليه على حرف جر. الها مبني على الكسر في محل جر اسم مجرور. عليه الجار والمجرور متعلقان بيدخلوا. عليه الجار والمجرور متعلق با يدخل می باشد. ناصب فاعل يدخل هست. ناصب میگیم فاعل مرفوع و علامة رفع الضمة الظاهرة. او حرف العطف مبني على السكون لا محل له من الاعراب. جازم معطوف على المرفوع مرفوع و علامة رفع الضمة الظاهرة. جازم عطف از جای ناصب. پس این هست اعراب و هو مرفوع ابدا حتی يدخل عليه ناصب او جازم. پس این حتی حرف جر گفتیم، حرف غایه و حرف جر هست. پس کنی اسم مجرورش. پس يدخل عليه با تعویل مصدر، زیرا که ان بعد حتی مستتیر است وجوبا. ان مصدریه که هست. یدخل فعل مضارع با تعویل مصدر اسم مجرور می باشد برای حتی. برای حتی که حرف جر هست اسم مجرورش انمی یدخل جمله فعلیه با تعویل مصدر فی محل جر می باشد. حتی دخول ناصب علیه می باشد. من تقدیر کلام الى دخولی، که حتی دخولی الناصبی او الجازمی علیه، همین طور می باشد تقدیر کلام. پس این بود اعرابی فالماضی مفتوح الاخر ابدا والامر مجزوم ابدا والمضارع ما كان في اوله احدى الزوائد الاربع يجمعها قولك انيت وهو مرفوع ابدا حتى يدخل عليه ناصب او جازم. پس این بود اعراب این عباره ها با تمام نازکی هایشان. بعد از این صاحب کتاب میگوید فالنواصب عشرة وهي ان و لن و اذن و کی و لام کی و لام الجحود و حتی و الجواب بالفاء و الواو و او. میگه که ناصبه ها 10 تا هستند. پس ترجمه این عباره ها میگوید که ناصبه ها 10 تا می باشند و این ناصبه ها یکمش ان، دویمش لن، سومش اذن، چهارمش کی، پنجمش لام کی و ششمش لام الجحودی و هفتمش حتی و هشتم جواب بفا و نهم جواب بالواو و دهم او می باشد. این 10 تا ناصبه هستند. اکنون اعراب این کلمات فالنواصب عشرة. بگیم فاء الفصیحة مبني على الفتح لا محل له من الاعراب. النواصب مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة
على آخره 10 خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. فالنواصب 10 مبتدا خبر شد. و هي واو در اینجا واو حرف الاستئناف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. هي ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدا. ان مبني على السكون في محل رفع خبر. ان در اینجا منظور لفظش است نه اینکه معناش، زیرا که ان اصلا حرف است که در باب مبتدا و خبر انشاءالله در این موضوع با تفصیل پس صحبت میکنیم که آیا حرف یا فعل مبتدا شده میتواند. پس در اون موضوع با تفصیل انشاءالله صحبت میکنیم. خلاصه اش همین است که ما در اینجا ان یعنی لفظ ان رو در نظر داریم، نه اینکه معنایی که ان برای ما میدهد که ان حرف نصب و مصدر و استقبال می باشد، اون را در نظر نداریم. پس میگیم ان مبنی علی السکون فی محل رفع خبر. هی مبتدا بود، ان خبرش می باشد. و لن باشد و حرف العطف مبنی علی الفتح لا محل له من الاعراب. لن مبنی علی السکون فی محل رفع معطوف على المرفوع مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة. معطوف على المرفوع في محل رفع. لن در محل رفع در محل ان هست. و اذن و حرف العطف اذن معطوف یا که میگیم مبني على السكون في محل رفع معطوف على المرفوع، در محل رفع معطوف میشود در جای ان که محل رفع هست. و کی و حرف العطف کی مبني على السكون في محل رفع معطوف على المرفوع، یعنی که ان در جای رفع عطف شده ایستاده است. و لام کی و لام کی و حرف العطف مبني على الفتح لا محل له من الاعراب. لامو معطوف على المرفوع مرفوع، ببینید در لام حرکتش ظاهری است. و لامو میگیم معطوف على المرفوع مرفوع، یعنی که در جای ان عطف شده ایستاده است که ان در حالت رفع بود، خبر بود. پس معطوف على المرفوع مرفوع و علامة رفع الضمة الظاهرة. و لامو مضاف کی مبني على السكون في محل جر مضاف الیه می باشد. و لام الجحودی و حرف العطف مبني على الفتح لا محل له من الاعراب. لامو معطوف على المرفوع، اینم در جای ان هست، معطوف على المرفوع مرفوع و علامة رفع الضمة الظاهرة. لامو مضاف، الجحودی مضاف الیه مجرور و علامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. و حتى و حرف العطف مبني على الفتح لا محل له من الاعراب. حتى مبني على السكون في محل رفع معطوف على المرفوع، در محل رفع عطف شده در جای ان. والجواب بالفاء والواو و او. والجواب و حرف العطف مبني على الفتح لا محل له من الاعراب. الجواب معطوف على المرفوع مرفوع و علامة رفع الضمة الظاهرة. بالفاء با حرف جر مبني على الكسر. الفاء اسم مجرور و علامة جر الكسرة الظاهرة. بالفاء جار و مجرور متعلقان بالجواب، جار و مجرور متعلق میشود با جواب. والواو و حرف العطف مبني على الفتح لا محل له من الاعراب. الواوی معطوف على المجرور، اذا که الواوی عطف از جای الفائی، معطوف على المجرور مجرور و علامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. و او و حرف العطف مبني على الفتح لا محل له من الاعراب. او مبني على السكون في محل رفع معطوف على المرفوع، در محل رفع معطوف شده است در جای ان. ای او عطف است در جای ان. پس این بود اعراب این کلمه ها. اکنون در اینجا چند معلومات علاوگی میخوام به سمتون برسانم درباره کلمه لن. درباره کلمه لن بعضی از علما میگن اصلش لا ان بود، اصلش میگن لا ان بود. پس میگن
حمزه رو تخفیفاً حذف کردن، یکی لا ان، این ان را میگه حمزه شا تخفیفاً حذف کردن بشد لان. التقای ساکنان شد بین الف و نون، الف رو هم حذف کردن شد لن. این بود معنای اصل کلمه. بعضی از علما میگن اصل کلمه لن همین طور است، لا ان هست اصلش. و بعضی از علما میگن که نه، اصلش همون لا هست، الف قلب شده است بنون. لا یعنی الف قلب شد بنون شد لن. اصلا میگن همون لا هست، لا لامو بعدش الف. این الف رو میگه قلب کردن بنون شد لن. این از قول علما درباره اصل ریشه لن. بعضیش میگه لا ان بود و حمزه را برای تخفیفاً حذف کردن، پس شد لان. التقای ساکنین الف را حذف کردن شد لن. بعضی میگن که نه، همون لا هست و این الف را قلب بنون کردن شد لن. این دو قول است درباره لن. و درباره والجواب بالفاء والواوی، این عباره اصلش مقلوب است. مقلوب یعنی که اصلش این طور نیست. اصل عباره باید این طور باشد: و الفاء والواو الواقعتان فی الجوابی. باید این طور بگوید، زیرا که والجوابو، اگر که بگیم والجوابو، پس معنا این می شود که خودی جواب ناصبه هست، اما در اصل جواب ناصبه نیست. واو فای که می آید ناصبه است، نه اینکه جواب. دقت بتید معنا را. اگر بگوی که والجوابو، پس عطف در جای ان می شود، پس گویا که همین جواب خودش ناصبه هست، اما این غلط می شود، جواب خودش ناصبه نیست. پس طریق درست این عباره باید بگیم که والفاء والواو الواقعتان فی الجوابی، یعنی فا و واو که هر دو اینها واقع شدن در جواب، بعد اینها واو فای در جواب واقع شده، پس ناصبه می باشد. این عباره را دقت بتید که اگر که سخت اگر از روی معنا دقت بتید غلط می براید معنا، اما میگه اینجا مقلوبه است و اصلش دیگر که هست، از این حساب حکمش هم غلط نمیگوییم. پس این بود توضیح این مسئله ها. و فایی که در جواب می آید و ناصبه هست، نامش فای سببیه هست. میگه والجواب بالفاء، این فا را نامش چیه؟ فای سببیه. والواوی، این واو را نامش واوی معیه هست. واوی معیه هست. پس این نام ها هم در ذهنتون داشته باشید که اینها بسیار مهم می باشند برای در آینده اعراب کردن و فهمیدن عباره ها. پس این بود توضیحات اعرابی. فالنواصب عشرة وهي ان ولن واذن وكي ولام كي ولام الجحود وحتى والجواب بالفاء والواو و او. یک چیز دیگه نگفته نباید که النواصب عشرة، نواصب جمع است، عشرة مفرد مؤنث. چرا مبتدا جمع خبر مفرد مؤنث آمد؟ زیرا اینکه نواصب جمع غیر عاقل یا مؤنث مجازی هست. خبر مؤنث مجازی یا جمع غیر عاقل مفرد مؤنث می آید. این بود یک جواب. و دویم جواب، النواصب الف لامش الف لام جنس می باشد، پس به مثل علم مفرد علم جنس فهمیده می شود. گویا که اینجا النواصب یعنی که یک کلمه می باشد نه جمع. باز والله اعلم. این بود توضیحات این مسئله ها. بعد از این صاحب کتاب می گوید والجوازم 18 وهي لم ولما وألم وألما ولام الأمر والدعاء ولا في النهي والدعاء وإن وما ومن ومهما وإذما وأيو ومتى وأيانا وأين وأنا وحيثما وكيفما
و اذا فی الشعر خاصتا. پس این هست اعرابی، این هست کلمه ها و ترجمه اشان، یعنی که جوازم فعل مضارع 18 تا می باشند. اونها و یعنی که اینها می باشند لم و لما، خلاصه تا به آخر. و اعرابش اکنون چی است؟ واو رو میتونیم بگیم حرف عطف است. وقتی که واو رو حرف عطف گفتیم، الجوازمو عطف است در جای فالنواصبو، در جای النواصبو عطفش میکنیم. اگر که واو رو حرف عطف گرفتیم معطوف است در جای النواصبو. اما اگر که واو رو واو استئنافیه بگیم، پس واو استئنافیه بیانیه می باشد که استئنافیه بیانیه را، الاستئناف البیانی را در بارش با تفصیل در گذشته صحبت کرده بودیم که جواب از سوال مقدر می باشد. پس واو حرف العطف یا واو حرف الاستئناف مبنی علی الفتح لا محل له من الاعراب. الجوازم مبتدأ مرفوع و علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره. 18 هر دین را یک جا اعراب میکنیم. بگیم 18 مبنی علی الفتح الجزئین. آسانترین اعرابش همین است. بعضی ها اعراب دیگرش میکنن. از اول آسانترین اعراب رو میگویم، بعد دیگر اعرابم یک بار یادرس میکنم که چطور اعرابش میکنن. پس 18 در اعراب میگیم که مبنی علی الفتح الجزئین، یعنی هم 8 هم 10 هر دوشون مبنی علی الفتح هستند. جزئین یعنی که 8 جزء یکم، 10 جزء دوم. مبنی علی الفتح الجزئین فی محل رفع خبر. آسانترین اعراب همین است. اما بعضی میگن که 8 مبنی علی الفتح فی محل رفع خبر، 10 فی مقابلة النون کما فی اثنانی. چطوره که در اثنانی نون عوض عن تنوین فی مفردهی بود، پس این 10 میگه عوض از همون نون است. چطور که همون نون عوض از تنوین لامحل بود، 10 هم لامحل است، یعنی که کمتر گپی طولانیتر و درازتر میشود. 8 را خچه میگن مبنی علی الفتح فی محل رفع خبر، 10 را میگن مبنی علی الفتح فی مقابلة نون التثنیه، نون مثنا ده. مثلا اثنانی آخرش نون، انمون نون اعرابش چی است؟ لا محل. اون نون لا محل است. پس انمی 10 هم لا محل است، یعنی گپی کم طولانیتر و درازتر، اما همون اعراب یکم را حفظ کنید کفایه میکند. و هی اکنون میگه واو، و هی واو حرف العد، واو حرف الاستئناف، اینجا واو استئنافی است مبنی علی الفتح لا محل له من الاعراب. هی ضمیر منفصل مبنی علی الفتح فی محل رفع مبتدا لم. ایجاد لم مبنی علی السکون فی محل رفع خبر. پس این لم ما منظور معناش نداریم، لفظش داریم، لفظ لم، زیرا که لم این حرف است. پس چطور خبر شد؟ زیرا که ما معناش در نظر نداریم، ما معناش اعتبار نگرفته ایستادیم، ما لفظ لم رو اعتبار گرفته ایستادیم که لم مبنی علی السکون فی محل رفع خبر می باشد. و لما و حرف العطف مبنی علی الفتح لا محل له من الاعراب. لما معطوف مبنی علی السکون فی محل رفع معطوف علی المرفوع. لما عطف است در جای لم. و علم و حرف العطف علم. ببینید علم دو کلمه است، اما ما در اعراب میگیم و علم مبنی علی السکون، زیرا که ما لفظ علم رو در نظر داریم، نه اینکه معنایی که علم میدهد. پس میگیم علم مبنی علی السکون فی محل رفع معطوف علی المرفوع، عطف از جای لم. و علما و حرف العطف علما معطوف علی مبنی علی السکون فی محل رفع معطوف علی المرفوع. و لام الامر و الدعاء و حرف العطف مبنی علی الفتح لا محل له من الاعراب. لامو معطوف است در جای لم. لم در محل رفع مبتدا که بود، لامو را ببینید علامت رفعش ضمه ظاهری شد. پس میگیم لامو معطوف علی المرفوع مرفوع و علامت رفع الضمه الظاهره.
لام مضاف، الامری مضاف الیه مجرور و علامت جره الکسرة الظاهرة. و الدعاء واو حرف العاطف مبنى على الفتح لا محل له من الاعراب. الدعاء معطوف على الامری. این دعا عطف در جای امر است، نه در جای لام یا نه در جای لم، در او نیست. عطف در جای امر، امری. و الدعاء پس میگه معطوف على المجرور مجرور و علامت جره الکسرة الظاهرة على آخره. ولا في النهي والدعاء واو حرف العطف لا مبني على السكون في محل رفع معطوف على المرفوع. این لا عطف در جای لم، این لا مبني على السكون عطف شده در جای لم. في حرف جر مبني على السكون لا محل له من الاعراب. النهي اسم مجرور بفي وعلامة جر الكسرة الظاهرة. في النهي میگم الجار و المجرور متعلقان بکائن نعت میشود برای لا، لا نافیه نعتش فی النهی یعنی صفت میشود، صفت است برای لا. لا این فی النهی الجار و المجرور متعلقان بکائن متعلق به کائن نعت میشود برای لا. و الدعاء واو حرف العطف الدعاء اسم مجرور و معطوف على المجرور مجرور و علامت جری الکسرة الظاهره. این دعا و الدعاء عطف در جای النهی نه در جای لم یا لا، در جای عطف نیست بلکه عطف در جای نهی. و الدعاء واو حرف العطف الدعاء معطوف على المجرور مجرور و علامت جری الکسرة الظاهره على آخره. و این واو حرف العطف این مبنی علی السکون معطوف علی المرفوع مرفوع. این عطف در جای لم. یکمی که گفتیم و هی لم عطف در جای انمو لم. و ما واو حرف العطف ما مبنی علی السکون فی محل رفع معطوف علی المرفوع. اینم در جای لم عطف شده است. و من واو حرف العطف من مبنی علی السکون فی محل رفع معطوف علی المرفوع. اینم در جای لم عطف می شود. و مهما واو حرف العطف مهما مبنی علی السکون فی محل رفع معطوف علی المرفوع. اینم در جای لم عطف می شود. و اذما واو حرف العطف اذما مبنی علی السکون فی محل رفع معطوف علی المرفوع. اینم در جای لم عطف می شود. و ایون واو حرف العطف مبنی علی الفتح لا محل له من الاعراب. ایون معطوف علی المرفوع مرفوع و علامت رفع الضمه الظاهره، به خاطر اینکه این معرب است، حرکت این مبنی نیست. ببینید ایون حرکت قبول کرد و این معرب است نه مبنی. و متى واو حرف العطف متى مبنی علی السکون فی محل رفع معطوف علی المرفوع. اینم در جای لم عطف است. و ایانا واو حرف العطف ایانا مبنی علی الفتح فی محل رفع معطوف علی المرفوع. اینم در جای لم عطف است. و اینا واو حرف العطف اینا مبنی علی الفتح فی محل رفع معطوف علی المرفوع. اینم در جای لم عطف است. و ان واو حرف العطف مبنی علی الفتح لا محل له من الاعراب. ان معطوف علی ان مبنی علی السکون فی محل رفع معطوف علی المرفوع. اینم در جای لم عطف است. و حیثما واو حرف العطف مبنی علی الفتح لا محل له من الاعراب. حيثما معطوف على المرفوع حيثما مبني على السكون في محل رفع معطوف على المرفوع. اینم در جای لم عطف است. و کیفما واو حرف العطف کیفما مبني على السكون في محل رفع معطوف على المرفوع. اینم در جای لم عطف است. و اذا في الشعر خاصة و اذا في الشعر خاصة این و اذا واو حرف العطف است. اذا این ما کلمه اذا را لفظ اذا را عطف کرده استیم، نه اینکه معنای اذا را. برای خود دقت بتید که اذا را دیگر اذا ظرفی شرطی گفتن من شرط نیست. پس میگیم اذا مبنی علی السکون فی محل رفع. اما در کجا عطفش میکنیم؟ در جای 18 عطفش میکنیم. یعنی که والجوازم اذا گوی تری گفته است تقدیر کلام والجوازم اذا فی الشعر خاصة، زیرا اینکه واو حرف العطف است،
اما عطف در جای لم نکرده ایستاده است، در جای 18، در جایی که او خبر بود، در جای خبر الجوازیمو که مبتدا بود خبر 18، در جای انا همون عطف کرده ایستاده است. پس این را دقت بتید. پس یک کس بگه چرا در جای لم عطفش نکرد؟ زیرا اینکه از لم تا کیف ما را حساب کنید 18 تا می باشد. اونجا گفت 18، پس 18 تا را عطف در جای لم میکنیم، این 19 همش می شود. 19 هم را عطف در جای لم نمی کنیم، 19 هم را عطف در جای خودی 18 عطفش میکنیم. پس این حرف عطف دقت بدهید. پس واو حرف العطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، إذا مبني على السكون في محل رفع معطوف على 18، معطوف است در 18. في الشعر خاصة، في حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، الشعري اسم مجرور بفي وعلامة الجر الكسرة الظاهرة. في الشعر پس میگیم الجار و المجرور متعلقان بکائنین، نعت میشود برای اذا. ای فی شعر الجار و المجرور متعلقانی نعت میشود برای اذا. پس تقدیر کلام چنین است که و اذا الواقعة فی الشعر، یا و اذا الکائنة فی الشعر، ایذایی که واقع شدگی است، آمدگی است در شعر، انا همون ایذا از جوازیم می باشد. پس این هست اعرابی فی شعری. خاصتاً این مفعول مطلق است برای فعل محذوف، خاصتاً مفعول مطلق لفعل محذوفی. و تقدیر کلام چنین است که اخص خاصتاً، اخص فعل مضارع مرفوع لتجرد عن النواصب والجوازم و فاعله ضمیر مستتر تقدیر انا، و خاصة مفعول المطلق لفعل محذوف لفعل اخص خاصة. پس مفعول مطلق برای اخص می باشد این خاصة پس مفعول مطلق. پس این بود اعرابی جملاتی که بیان کردیم که والجوازم 18 و هی لم و لما و علم و علما و لام الامر و الدعاء و لا فی النهی و الدعاء و این و ما و من و مهما و اذما و ایون و متا و ایانه و اینه و انا و حیثما و کیفما و اذا فی الشعر خاصة. پس اینها این طور اعراب می شوند. با همین باب الافعالی به آخر رسید. بعد از این باب مرفوعات الاسمائی می باشد. باب مرفوعات الاسمائی، ترجمهش باب در مسئله اسم هایی که مرفوع می باشند، اسم های رفع کننده یا در محل رفع می باشند، که در چند جو اسم مرفوع می باشد. پس اعراب این برای ما و شما دیگر آسان است، فقط من مختصر بیان می کنم. بابو خبر برای مبتدای محذوف است و تقدیر الکلام هذا بابو مرفوعات الاسمائی. پس بابو خبر برای مبتدای محذوف که هذا است، هذا اسم اشاره مبتدا، بابو خبر مرفوع علامت رفع ضمه الظاهره، بابو مضاف، مرفوعات مضاف الیه مجرور و علامت جر الکسره الظاهره، مرفوعات مضاف الاسماء مضاف الیه مجرور و علامت جره الکسره الظاهره. پس این بود یکم وجه اعراب که میتونیم بابو را خبر برای مبتدای محذوف بگیریم. و دویم وجه، بابو این خودش مبتدا است، خبرش محذوف است. تقدیر الکلام باب مرفوعات الاسماء هذا محله. پس تقدیر کلام چنین است که اینها را اعراب شونه بارها گفتیم، هذا محله. پس بابو مبتدا، هذا ها حرف تنبیه، ذا اسم اشاره مبتدا ثانی، محلو خبر للمبتدا ثانی، محلو مضاف، محله الها مضاف الیه فی محل جر. پس مبتدا ثانی مع خبری خبر للمبتدا اول. پس این بابو مبتدا شد در این صورت. پس تقدیر کلام باب مرفوعات الاسماء هذا محله. پس این هست
دویم وجه اعراب. سیوم وجه اعراب باب مرفوعات الاسمائی. باب مرفوعات الاسمائی. پس تقدیر کلام اقرأ باب مرفوعات الاسماء، زیرا که باب مفعول بهی برای فعل محذوف می شود که اون فعل محذوف اقرأ هست. اقرأ باب مرفوعات الاسمائی. این سیوم وجه است. چهارم وجه اعراب بابی مرفوعات الاسمائی. بابی اینو ضعیفترین وجه اعراب است که بابی اسم مجرور برای حرف جری محذوف می باشد. تقدیر الکلام اقرأ فی باب مرفوعات الاسمائی، یا که استفید من بابی مرفوعات الاسمائی. پس فی یا من محذوف است که بابی را مجرور کرده است. پس بابی میگه مثل مجرور و علامت جری الکسرة الظاهره و دیگر اعرابش طوری که بیان کردیم همونطور تا با آخر. پس این هست 4 وجه اعراب در باب مرفوعات الاسمائی. با همین اعراب اینها با آخر رسید. بعد از این صاحب کتاب میگوید المرفوعات 7، میگه که اسم هایی که مرفوع میشوند، جای هایی که اسم باید مرفوع بیاید 7 هستند. و هی و اونها میگه الفاعل یکم و المفعول الذي لم يسمى فاعله دوم یا همون نایب فاعل و المبتدا و خبره سیوم چهارم و اسم کان و اخواتها پنجم جا و خبر این و اخواتها ششم جا و تابع للمرفوع این 7م جا. اینا میگن توابع. و هو 4 اشیاء که همین توابع 4 چیز را میگویند. النعت یکمش نعت یا نعت و صفت هر یک چیز است. و العطف دویم عطف است. و التوکید و سیم توکید می باشد. و البدل و 4م بدل می باشد. پس این هست ترجمه این کلمات، این عباره ها. اکنون اعرابش المرفوعات مبتدا مرفوع و علامت رفع الضمه الظاهره. 7 خبر مرفوع و علامت رفع الضمه الظاهره. پس المرفوعات 7 مبتدا خبر است، جمله ابتدایی لا محل له من الاعراب. و هی واو در اینجا حرف عطف است. واو حرف العطف مبنی علی الفتح. لا معذرت میخوام، واو حرف استئناف است نه حرف عطف. واو حرف استئناف است مبنی علی الفتح لا محل له من الاعراب. هي ضمیر منفصل مبنی علی الفتح في محل رفع. این مبتدا هست، هي مبتدا هست. الفاعل خبر مرفوع و علامت رفع الضمه الظاهره هست. والمفعول واو حرف العطف. المفعول معطوف على المرفوع مرفوع، يعني عطف در جای الفاعل معطوف على المرفوع مرفوع و علامت رفع الضمه الظاهره. الذي اسم الموصولة مبني على السكون في محل رفع. نعت برای المفعول هست. این الذي نعت است، صفت است برای المفعول في محل رفع. نعت میشد برای المفعول. لم حرف نفی و جزم و قلب مبني على السكون لا محل له من الاعراب. يسمى فعل مضارع مغير الصيغة مجزوم باللم و علامت جزمه حذف حرف العلة. يسمى الف داشت، الف حذف شدگی است. و الفتحة قبلها دلیل علیها. میم فتحه دارد، همین فتحه دلیلی حذف شدن الف است. میگه يسمى فعل مضارع مغير الصيغة مجزوم باللم و علامت جزمه حذف الالف والفتحة قبلها دلیل علیها. فاعل نائب الفاعل مرفوع. يسمى فعل مضارع مجهول کی است؟ مغیر الصیغه کی است؟ پس فاعل را میگیم نائب فاعل. نائب الفاعل مرفوع و علامت رفع الضمه الظاهره. یکی میتونه بگیم که المفعول الذي لم يسمى فاعله مرفوع و علامت رفع الضمه الظاهره. فاعل مضاف، الها ضمیر متصل مبنی علی الضم في محل جر مضاف الیه می باشد. پس جمله لم يسمى فاعله جمله فعلیه صله الموصوله لا محل لها من الاعراب. صله الذي می باشد که صله لا محل است. پس این است اعراب این کلمات. و المبتدا واو حرف العطف مبني على الفتح لا محل له من الاعراب. المبتدا
معطوف علی المرفوع مرفوع، المبتدا و عطف از جای الفاعلو، عطف شده ایستاده است در جای الفاعلو. پس المبتدا و مرفوع معطوف علی المرفوع مرفوع و علامة رفع الضمة الظاهره و خبره و حرف العطف. خبرو همچنین عطف از جای الفاعلو، عطف از در جای الفاعلو. و خبرو مضاف، الها ضمیر متصل مبنی علی الضم في محل جر مضاف الیه. و اسم کان و اخواتها، و اسم و حرف العطف مبنی علی الفتح لا محل له من الاعراب. اسم معطوف علی المرفوع مرفوع، یعنی عطف از در جای الفاعلو، معطوف علی المرفوع مرفوع و علامة رفع الضمة الظاهره. اسم مضاف کان، با قول ایرا کانه را لفظ اعتبار میگیریم، قول حامدی قطعی میگیریم یا لفظ اعتبار میگیریم. کان مبنی علی الفتح فی محل جر مضاف الیه، کان مبنی علی الفتح فی محل جر مضاف الیه. اگر قول حامدی قطعی اعراب کنیم، حامدی گفت که کانه را بگو که کان مبنی علی الفتح فی محل کان مضاف الیه مجرور و علامة جره الكسرة المقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحرکت الحکایتی. پس فرق بین حامدی و بین دیگرها همین قدر فرقیت هست. پس میتونیم با کدامش ما اعراب کنیم. و اخواتها و حرف العطف، اخواتی عطف از در جای کانه، کانه در محل جر بود، اخوات عطف از در جای مجرور، برای خاطر اخواتی میگیم نه اخواتو، اخواتی برای عطف از در جای مجرور. پس میگیم اخواتی معطوف علی المجرور مجرور و علامة جر الکسرة الظاهره. اخواتی مضاف، ها ضمیر متصل مبنی علی السکون فی محل جر مضاف الیه. پس اخواتی عطف در جای کانه، یعنی اسم کانه و اسم اخواتی کانه. پس تقدیر کلام چنین هست. و خبر این و اخواتها و حرف العطف مبنی علی الفتح لا محل له من الاعراب. خبرو معطوف علی المرفوع مرفوع، این خبرو عطف از جای الفاعلو، عطف از جای و هی الفاعل، الفاعل عطف است. پس خبر مرفوع علی مرفوع معطوف علی المرفوع مرفوع و علامة رفع الضمة الظاهره. این مبنی علی الفتح فی محل جر مضاف الیه هست. خبرو مضاف، این مبنی علی الفتح فی محل جر مضاف الیه هست، یعنی که اعتبار لفظ کلمه هست. و اخواتها و حرف العطف، اخواتی معطوف علی المجروری، زیرا که اخواتی عطف از جای این در محل جر مضاف الیه بود، اخواتی پس عطف از جای مجرور، برای خاطر میگم اخواتی معطوف علی المجرور مجرور و علامة جر الکسرة الظاهره. اخواتی مضاف، ها ضمیر متصل مبنی علی السکون فی محل جر مضاف الیه. و التابع للمرفوع و حرف العطف مبني على الفتح لا محل له من الاعراب. التابع معطوف على المرفوع مرفوع، التابع عطف در جای الفاعل، التابع عطف می شود در جای الفاعل. پس التابع معطوف على المرفوع مرفوع و علامة رفع الضمة الظاهره. للمرفوع لام حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الاعراب. المرفوع اسم مجرور باللام و علامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. پس للمرفوع الجار والمجرور متعلقان بالتابع، تابع اسم فاعل که هست، پس للمرفوع جار و مجرور متعلق میشوند به تابع. و هو اربعه اشیاء و حرف استئناف مبنی علی الفتح لا محل له من الاعراب، استئناف بیانیه هست، واو حرف استئناف بیانیه است مبنی علی الفتح لا محل له من الاعراب. هو ضمیر منفصل مبنی علی الفتح فی محل رفع مبتدا. اربعه خبر مرفوع و علامة رفع الضمة الظاهره. اربعه مضاف، اشیاء مضاف الیه مجرور و علامة جره الفتحة نیابة عن الكسرة لأنه اسم غیر منصرف و علت غیر منصرف بودنش الف تانیث ممدوده می باشد.
پس این بود و هو اربعتو اشیاء رو اعرابش. النعتو میتونیم بخونیم که النعتو، میتونیم بخونیم النعت والعطف والتوکید والبدل. النعتو اگر بگویم النعتو بدل اربعه، بدل المرفوع مرفوع، اربعتو مرفوع کی است؟ النعتو هم مرفوع میشه، برای بدل هست از جای اربعتو. النعتو بدل المرفوع مرفوع و علامت رفع الضمه الظاهره، والعطف و حرف العطف، عطفو معطوف علی المرفوع مرفوع، عطفو عطف میشه در جای النعتو، پس مرفوع علامت رفع الضمه الظاهره. و التوکید و حرف العطف، التوکید عطف در جای النعتو و التوکید معطوف على المرفوع مرفوع علامت رفع الضمه الظاهره. والبدل و حرف العطف، البدل عطف در جای النعتو و معطوف على المرفوع مرفوع و علامت رفع الضمه الظاهره. پس النعتو اگر گفتیم بدل اعرابش میکنیم، یا میتونیم خبر مبتدایی محذوف بگیریم، احدها النعتو و ثانیها العطف، اینطور اعراب کرده رفتم میگیریم. همه اینها رو خبری مبتدای محذوف گرفته میتونیم در اعراب همچنین. این دیگه وجه اعراب. سوم وجه اعراب النعت، میتونیم که النعت بگیم. النعت که گفتیم در این صورت مفعول بهی برای فعل محذوف است، یعنی که اعنی النعت، اعنی فعل مضارع و فاعله ضمیر مستتر تقدیر انا، النعت مفعول بهی برای انمون اعنی منصوب و علامت نصب الفتحه الظاهره. وقتی النعت که گفتیم بعد میگویم والعطف والتوکید والبدل، همش منصوب میکنیم با خاطر عطف در جای نصب میشود. در جای عطف اگر در جای نصب کردیم پس منصوب خوانده میشود. پس این بود اعرابی باب مرفوعات الاسماء. المرفوعات سبعة وهي الفاعل والمفعول الذي لم يسمى فاعله والمبتدأ وخبره واسم كان وأخواتها وخبر إن وأخواتها والتابع للمرفوع وهو أربعة أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل. و همین اعراب این بابم با آخر رسید. بعد از این صاحب کتاب میگوید باب الفاعلی، باب در مسئله فاعل شروع می شود. اکنون این باب الفاعل رو انشاءالله درس آینده خواهیم گرفت. این بود درس امروزمون از سلسله درس های اعراب متن الاجرومیه. با همین این درس امروزه را پنجمین درس که از درس ششمین درس از درس سلسله درس های الاجرومیه را با آخر میرسونم و تا درس آینده الله حافظ و مددگار. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.